سلام و درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم حالتون عالی باشه. با معرفی پمپ درین توکار ولئو مدل اسوان در خدمتتون هستیم. همونطور که میدونید پمپ های درین در واقع دو نمونه داره، پمپ درین روکار و نمونه توکار، که توی این ویدیو قراره که این معرفی رو نسبت به پمپ های درین توکار داشته باشیم. همونطور که میبینید این پمپ از دو قسمت تشکیل شده، یک قسمت مخزن و یک قسمت موتور که این دو قسمت از طریق لوله های ارتباطی به هم وصل میشه. اگر که بخوام اجزای داخلیش رو به صورت دقیق خدمتتون معرفی داشته باشم، باید بگم که تشکیل در واقع لوله های ارتباطی هست و این قسمت در واقع پمپ اصلی دستگاه است و این قسمت مخزنه که از طریق شیلنگ ارتباطی و کابل ارتباطی که همونطور که میبینید در واقع آب توی این قسمت وارد میشه. بعد اینکه به حد نصاب رسید، توسط قسمت دوم آب تخلیه میشه و به سمت بیرون هدایت میشه. در صورتی که سوال یا ابهام یا مشاوره خواستید، میتونید از طریق واتساپ، تلفن های مستقیم ما با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو از ما بپرسید. ممنون از همراهیتون. خدا یار نگهدار.